سلام به روی ماه تک تکتون که این ویدیو رو میبینید. امروز نمیگم بچه‌ها راجع به چه قراره صحبت کنیم، خودتون ببینید ویدیو رو. فکر کنم خوشتون بیاد از این قسمت و کلی قراره با همون مشارکت داشته باشید و نظراتتون رو برامون بنویسید. میدونید که همه‌شو میخونیم و معمولا جواب میدیم. سلام به همه دوستای عزیز مغز پشمالو. دوستای عزیزم، ما آدما خیلی وقتا زخمامون رو نشون نمیدیم و پشت نقابایی مثل قوی بودن یا بی‌تفاوتی قایم میکنیم. اینا دروغ نیست، فقط یه سپره. ولی مشکل وقتی شروع میشه که اون نقابا میشن هویتمون و یادمون میره پشتش هنوز یه آدم خسته و آسیب دیده است. اگه حس میکنی گیر نقاب گذشته‌ای هستی که خودت انتخابش نکردی، این ویدیو برای توه. خب امروز میخوام با روژان و این صحنه شروع کنم بحثو. جاوید بود، به خدا حداقل هیجاناتی بود اینجا. بادی جای بادی خیلی خوب. آره جاش خیلی خاله. ببین بچه‌ها، توی کامنت ها خوندم که نوشتید اینا با هم دیگه بیرون از اینجا دوست بودن، ولی این آهی که روژان واسه جای خالی یه روزه جاوید میکشه یک هم دیگه عجیبه. از اونورم هنوز همون حساسیت‌های بچگونه روی احسان داره. نمیفهممش اصلا. هنوزم با یکی دیگه بحثش میشه، هرسشو سر احسان خالی میکنه. دیگه خداییش خیلی خودشو لوس کرده. آخه تو چطوری تنها زندگی میکنی؟ نمیشه که یکی در این حد شوخی رو متوجه نشه. ما جدی بشیم با صحبت تو رابطه خیلی حقیقی نیست. من مثلا ندیدم تو اینجا. آقا شوخی می‌کنه پیشم آیدا میگه حرکت باش. نه دیگه اینجوری که حواسم نبود تو اینجا. من به جرئت میگم هر کی که 1% شخصیت شوخ طبعی داشته باشه، وقتی این جمله رو میگه که اینجا بودی ندیدمه، 100% تو رو دیده و داره باهات شوخی میکنه. یعنی در واقع حرف قبلی شوخی بوده، چون حساسی سر به سرت گذاشته. یعنی باورم نمیشه دارم یه همچین چیزایی توضیح میدم. امیدوارم کسی نیاد کامنت بذاره که واقعا حرف سجاد زشت بوده. این حرفا منم میدونم یه سری شوخیای نامناسب و بیجایی داره، راجع به این شوخیش دارم میگم. میدونید حرفم اینه که روژان شخصیت ناپخته‌ای داره، یا به قول خودمون از دماغ فیل افتاده است انگار. از شوخیای سجاد ناراحت میشه، واکنش تندشو به احسان نشون میده. سر حرف جاوید که از علاقش بهش گفته بود، احسان از خنده‌هاش ناراحت میشه. باز روژان بود که ناراحت شده بود از دست احسان. یعنی شوخیای سجاد خیلی بزرگتر از جفت پا اومدن جاوید تو رابطه‌شون بود که راجب اون 1000 بار بحث کرد، اما راجب این اتفاق بیشتر ترجیح داد کنار جاوید باشه و همچنان حق به جانب باشه. مثلا ببینید دخترا نشستن با پرستو صالحی حرف میزنن و درد و دل میکنن. صحبت به روژان که رسید، از حمایت پدر مادرش گفت. خب خدا رو شکر که هستن و حمایتت میکنن، خدا حفظشون کنه. ولی از اونجایی که بلد نیست حرف بزنه، یا بهتره بگم انتخاب کلمات درست و بلد نیست، یهو یه همچین حرفی زد. هم مادرم هم پدرم شدیدن و من هیچ وقت کمبودی مثلا برعکس بچه‌ها، یعنی چون انقدر که پدرم تمرینم کرد. خب آخه دختر خوب، وقتی قبل تو یکی دو نفر راجع به نداشتن پدر و حمایت نگرفتن پدر یا خانواده حرف زدن، که نباید برگردی بگی برعکس بچه‌ها کمبودی نداشتن. مطمئنم که با نیت بد نگفته، از ناپختگیش بوده، که در جوابش هم در نهایت اصل بهش میگه که کمبود که ندارم من، نبوده پدرم یک خلأی بیشتر نبوده. کلا نیستم با شخصیتش. یه چیزی هم راجع به سپیده بگم. توی صحبتایی که با پرستو صالحی می‌کردن، منم مثل خیلیاتون چیزی از ریشه اتفاقایی که بین خودش و پدرش افتاده نمیدونم، ولی برای من قابل قبول نیست بیای توی یک برنامه این حرفا رو بزنی پشت پدرت. اصلا آدم بدی بوده، باهات هم بد کرده. دلیل تعریف کردن تو نمیفهمم. دنبال ترحمی داری، به این شکل انتقام میگیری؟ چه چیزی به شخصیتت اضافه کردین حرفایی که زدی؟ کلا از لحظه ورودش و حرف زدنش ازش حس خوبی نگرفتم تا الان. نمیخونه، یه چیزایش من دیگه نمیخونه. زیادی سعی میکنه خودشو خوب و قوی نشون بده، ولی معلومه پر از باگ و ضعفه. مثلا اینجا که معین ازش میپرسه ما نفهمیدیم سلیقه جاوید چیه، در جواب میگه سلیقه‌اش منم. سلیقه جاوید منم. بله. ببین قبلا هم راجع به این موضوع حرف زدیم که ماشاءالله جاوید چیزی به اسم سلیقه نداره، ماده بودن براش کفایت میکنه. اما سپیده دوست نداره اینو باور کنه. دروغ میگی، تو یک دروغگوی کثیفی. دلیلشو بچه‌ها اگه شما با حرفام موافقی در مورد سپیده، شما دلیلشو بگید که چرا دوست نداره اینو بپذیره. توی قسمت 42 هر کدوم از دخترها داستان خودشون رو تعریف کردن. داستانایی که ظاهرشون با هم فرق داشت، اما ریشهشون یکی بود. هیچکس بدون زخم، بدون کمبود و بدون حسرت بزرگ نمیشه. اصل از پدری گفت که خیلی زود از دنیا رفت، مادری که جای 2 نفر جنگید. سپیده از پدری گفت که بود اما مسئول نبود، حضور داشت ولی نه تکیه‌گاه بود نه امنیت. روژان خانواده حامی داشت و شاید کمتر درد کشیده بود، اما اینم به معنای بیچالش بودن زندگی نیست. یاسمین از مهاجرت توی سن کم گفت، از جدا شدن دوست صمیمیش، تنهایی، رویارویی با استقلال اجباری و اینکه همین سختی‌ها ازش یه آدم قوی ساخته.
کیمیا از طلاق پدر مادرش گفت، اما در عوض حمایتی که بعد از اون تجربه کرده باهاش یه ستون جدید ساخت. آیدا و فرناز هم از مهاجرت گفتن، اما نه فقط مهاجرت جغرافیایی، مهاجرت از کودکی به بزرگسالی، از امنیت به جنگیدن و از تعلق به تلاش. قصه های ما آدما با هم فرق دارن، اما یه پیام مشترک دارن. ما آدما با زخم به دنیا نمیاییم، با زخم بزرگ میشیم. از نظر روانشناسی هیچ کودکی با محیط کامل و بی‌نقص رشد نمیکنه. واقعیت اینه که ما معمولا با کمبودهای هیجانی بزرگ میشیم. کمبود توجه، امنیت، محبت یا حتی اینکه کسی واقعا ما رو ببینه. این چیزا باعث میشن توی بزرگسالی ته دلمون یه ترس از رها شدن باشه یا حس کنیم کافی نیستیم، حتی اگه ظاهر زندگیمون قوی باشه. یه دسته دیگه از زخما از روابط پرتنش میاد. مثلا وقتی پدر و مادر دائم دعوا میکنن یا یکی بی‌مسئولیت، پرخاشگره یا حمایت نمیکنه. این مدل تجربه ها باعث میشن بعدن یا از صمیمیت بترسیم یا برعکس جذب آدمایی بشیم که همون الگوی ناسالم رو تکرار میکنن، چون مغز ما با آشنا راحت تره، حتی اگه اون آشنا آسیبزاست. از اون طرف بعضیامون توی بچگی با تغییرهای بزرگ روبرو شدیم، مثل مهاجرت، فقدان، طلاق یا فشارهای اقتصادی. این تجربه ها ممکنه ما رو زودتر از سنمون مستقل کنه، انگار کودک درونمون سریع بزرگ میشه. ولی بعضی وقتا همین استقلال زودرس اضطراب پنهانی ایجاد میکنه که هیچ وقت به زبون نمیاریم. اینا توضیح دهنده رفتار ما هستن، چون مغز در کودکی به شکل یادگیری هیجانی برنامه‌ریزی میشه. قسمت‌های مثل آمیگدالا، هیپوکامپ و سیستم لیمبیک تجربیات اولیه رو تبدیل به الگوی واکنش میکنن. ولی یه سوال مهم وجود داره: آیا گذشته مساوی با سرنوشت ماست؟ بله. خیلی‌ها میگن اینکه تو الان اینجوری هستی به خاطر بچگیته. خب من سختی کشیدم، حق دارم اینجوری باشم. این جمله فقط نیمه اول حقیقته. بچگی مسیر ما رو شروع میکنه، اما قرار نیست بزرگسالی بنبست همون مسیر باشه. آسیب گذشته توضیح میده چرا امروز اینجاییم، اما توجیه نمیکنه که چرا همونجا میمونیم. ویلیام گلاسر توی تئوری انتخاب میگه ما قربانی گذشته نیستیم، ما مسئول انتخابای الانمون هستیم. این تئوری بر اساس 3 اصل میچرخه. توی اصل اولش میگه رفتار ما انتخابیه، حتی اگه ناخودآگاه باشه. ترومای کودکی میتونه واکنش‌های ما رو شرطی کنه، ولی ما توی بزرگسالی توان بازنویسی مسیر عصبی رو داریم. توی دومین اصلش میگه ما برای ارضای 5 نیاز بنیادی رفتار میکنیم: بقا، عشق و تعلق، قدرت و ارزشمندی، آزادی و سرگرمی و شادی. وقتی کودک از یکی از این نیازها محروم باشه، توی بزرگسالی براش استراتژی جایگزین میسازه، گاهی سالم و گاهی مخرب. و تو سومین اصلش میگه تغییر زمانی رخ میده که انتخاب آگاهانه جایگزین واکنش خودکار بشه. یعنی میتونیم بگیم من به خاطر گذشتم حساسم، ولی نمیتونیم توجیه کنیم که حق دارم مردم رو آزار بدم، ولی میتونیم انتخاب کنیم که روی خودمون کار کنیم. خب میریم سراغ یاسمن. بچه اینجا دیگه به کمکتون نیاز دارم که شما جوابشو بدید توی کامنت ها. بچه شخصیت فرق میکنه، ولی به نظر من اگه مثلا کسی میاد و با همه اوکیه، خب مثلا چرا با من اوکی نشد؟ توی یک صحنه دیگه بازم یاسمن از اون حرفای عجیبش زد. آقا سجاد اصلا نمیاد من صحبت کنه. امروز تو اونجا نشسته بودیم 5 دقیقه من اینجوری بود. اصلا حرفی نداریم ما دیگه. من احساس میکنم پسرا اینجا که از من میترسن واسه شده. به خاطر همون اعتماد به نفس زیادت که سری قبلم گفتم نمیخوای قبول کنی که ازت خوشش نمیاد. باز هم میگم ربطی به خوشگلی و زشتی نداره این قضیه، به شخصیتت و نوع برخوردت مربوطه. ببین انقدر هیچی از خودت نداری، ببخشید البته ادعا خیلی داری، اما جدا ببینید این یاسمن واقعا مشکل داره. نشسته پیش سجاد، به جایی که از خودشون حرف بزنه راجع به عسل ازش سوال میکنه. خب بگو مشکل نداره. تو از عسل خوشت میاد؟ حالا یه سریاتون بیایید بگید کسی در حدش نیست و جسارتشو نداره با یاسمن وارد رابطه شه. هی بیاید جوک بنویسید توی کامنت ها. اما قضیه اینه که یاسمن خودش میدونه کاراکتر دوست داشتنی نیست، پس با این روش که سرش تو رابطه بقیه باشه و حرف ببره بیاره، سعی میکنه دیده بشه که مسیرش هم درست بوده تا الان. ببین حتی سرجیو هم بهش میگه راجع به خودتون حرف بزنید، چیکار دارید با بقیه؟ که خود یاسمن میگه آخه یه مشکلی هست، من پلن بی کسی نیستم. ولی مشکلی هست سجاد، من پلن بی کسی نیستم. منم همینو میگم. تو تا الان پلن A هیچ کسی هم نبودی، چه برسه به پلن B. من که میگم خودش میدونه، اما یه سری دوست دارن جور دیگه ای تعریف کنن قضیه رو. من دیگه چیزی نمیگم. باشه برای بعد. شماها نظرتون راجع به این تیکه حرف یاسمن برام بگید لطفاً. از اول که من توی زندگی من شاید دلش برام سوخت، نمیدونم، چون من خیلی اون تایم تنها بودم، خیلی تنها بودم و این اومد گفت من مثلا به این کمکی بکنم تو زندگیش نمونم، برای همین من اینجوری احساس میکنم. توی ادامه حرفاش هم گفت چون هیچ اطلاعاتی از خودش بهم نمیداد، پدرش رو نمیشناختم، کجا زندگی میکنه و فقط میدونستم دبیه. سجادم میگه حتما متأهل بوده، میگه نمیدونم.
من که باورم نمیشه نمیدونسته. اگه ادامه حرفاشو شنیده باشید معلومه که خوب میدونسته و فقط حمایت مالی رو میخواسته. نمیگم چیز بدیا، میگم این اینجوری بوده. دروغ میگه، یه جایی رو داره کم تعریف میکنه از این بحث. در نهایت یه چیزی گفت که برام خیلی عجیب بود. نه کسی منو میخواد فقط به خاطر ظواهرم منو نخواد. خب زیبایی خوبه، اینکه قشنگ بپوشی، آرایش کنی. من کاری با چهره کسی ندارم، قبلا هم گفتم نمیگم زشته یا قشنگ، ولی انصافا راجع به تیپ آرایش دست کمی از سوده فصل قبل نداره. ببینید انقدر باگ داره این حرفا که اصلا نمیدونم کجا رو بگم. و حتی تو حرفاش که میگفت منو همین جوری که هستم بخواد طرف، نتونست یک کلمه از حسن شخصیتش بگه، فقط عیب و ایراداشو گفت که یه سجادم بهش گفتش حالا یکم از خوبیات بگو برامون. خب یکم از خوبیات بگو الان. خب تو حالا چیزی که من دیدم همش درگیری بوده، بده. خوبیات بگو که من خوبیات هم بدونم. خیلی مهربونم. تو یک دروغگوی کثیفی. در مجموع یاسمن باز هم تمام تلاششو کرد گربه رو دم هجله بکشه، با اعتماد به نفس تمام که انگار بی‌نظیرترین دختر روی زمینه، که مشخصا خیلی محترمانه جوابشو داد سجاد. این شخصیت دخترها خیلی لجبازن. لجبازی رو اصلا نیستن. من لجبازم. آره شما خیلی لجبازین. بشینم هی راجع به یه موضوع هی تون صحبت بکنم، هی بگم. اصلا رابطه همینه. ببینید این دختر منطقش از رابطه ریشه غلطه. حالا هی بیاید از خوبیایی که خودش هم نمیتونه راجبش حرف بزنه بگید. توی ویدیوی بعدی بیشتر راجع به این قضیه و یکی دو تا از سوالای اعتراضی که راجع به حرفا و رفتارهای یاسمن بوده حتما صحبت می‌کنیم. چون اسم می‌کنم نیاز یکم بشکافیم این بحثو، اما توی این ویدیو نمیگنجه. حالا بریم سراغ وحید. از وحید براتون بگم پیرمرد پرحاشیه. سوای سنش که به نظر میاد 10 سالی کم گفته، اما عقلش توی همون 16 سالگی رفتش سوئد مونده. سر پیری و معرکه گیری تازه یادش افتاده دنبال عشق ابدیش بگرده، یا بهتره بگم دنبال دیده شدن. از قسمت 40 و 41 شروع کرد قفلی زدن روی معین و حاشیه سازی. فرنازم هی کشیدش کنار، گفت تو دخالت نکن بین دعوای دو نفر. اینم اینو بچه‌ها میگفت چشم و میدوید میرفت تو ادامه میداد. تازه فقط بحثم نمیکرد، اینجوری که معلومه دهنش هم شله و راحت فوش میده. حالا همه چیش به کنار، چرا فاز آدم بزرگا رو گرفته نمیدونم. رفتارت که به سنت نمیخوره هیچ، نشستنت هم به هیکلت نمیخوره مرد. البته خودش به خودش میگه پیرمرد بازیگوش. پیرمرد بازیگوش. مجبوری مگه اینجوری بشونی پیر پسر؟ اصلا این دوتا زوج عجیب غریبن. مثلا فرناز که خیلی سخت میشه فهمید چی میگه، انگار آب تو دهنش حرف میزنه. 24م شهریورم 25 آخر 24م دیگه. بعد می تمرکز کنی بفهمی چی میگه، انقدر دستشو تکون میده نمیتونی تمرکز کنی. منو یاد یکی از نقشه جواد رضویان میندازه توی سریالی. کاری نمیتونم بکنم، 1% احتمال نداره من کاری بکنم. یکی هم نیست بهش بگم مگه مجبوری اینجوری لباس بپوشی که همش بالشتک بگیری بغلت. خب بچه اگه تا اینجای ویدیو رو دوست داشتید حتما ویدیو رو لایک کنید تا من برم با یکی دو تا نکته از آیدا و مهیار برگردم. بریم سراغ یه لایه جدی‌تر. گاهی طرف توی جمع پرخاش میکنه، طعنه میزنه، از واژه‌های آزاردهنده استفاده میکنه، دل میشکنه، خط قرمزا رو رد میکنه و وقتی باش حرف بزنی میگه ببخشید خب من سختی کشیدم، پدرم اونجوری بود، استرسم بالاست، اخلاقم اینجوریه دیگه، منظوری ندارم، ته دلم هیچی نیست. از بیرونم همه میگن ولش کن بابا چیزی تو دلش نیست، ذاتش خوبه، آدم خوبیه. مثل حرفی که بارها شنیدیم بچه‌ها در مورد مهیار میگن، یا خودش این حرف که من هیچی تو دلم نیست، سر زبونم و عوضش خودمم. خودش رو توجیه میکنه با این حرفا. اما بحث این نیست که توی دلش چیزی هست یا نه، بحث اینه که رفتارش چه اثری روی آدما میذاره. ببینیم بچه‌ها، آسیب روانی نتیجه قصد و نیت ما نیست، نتیجه اثر کار ماست. گاهی ما رفتارمون رو اشتباه توضیح میدیم، در واقع داریم توجیه میکنیم و این میتونه شکل‌های مختلف داشته باشه. یکی از روش‌های توجیه عقلانی سازیه. یعنی چی؟ به جای اینکه بگیم رفتارم اشتباه بود، میگیم حق داشتم چون گذشتم سخت بوده، چون اون لحظه عصبانی بودم، چون من این مدلیم. وقتی دلیل تراشی جای پذیرش رو میگیره، رشد متوقف میشه، چون تا وقتی توجیه هست، تغییر لازم نیست. یه روش دیگه ساختن هویت قربانیه. اینجا فرد فقط نمیگه این اتفاق برام افتاد، میگه من همون اتفاقم. وقتی با رنجت هویت میسازی، ناخودآگاه آدم‌ها و شرایط مشابه رو دوباره جذب میکنی. مغز دنبال چیزی میره که آشناست، نه چیزی که سالمه. سومیش مرکز کنترل بیرونیه. یعنی چی؟ یعنی میگه اگه داد زدم تقصیر خانوادمه. من استرس دارم پس مسئول نیستم. اگه دل کسی شکست مشکل خودشه. دیوونه ایم ما، یکم مریضی.
وقتی مسئولیت بیرونی تعریف میشه، پیام پنهان اینه: من قدرت تغییر ندارم و تا این باور هست رفتار تکرار میشه. اما بچه‌ها، اصل حرف من اینه: نیت خوب اثر بد و خنثی نمیکنه. ممکنه کسی واقعا آدم بدی نباشه، ذاتش خوب باشه، واقعا قصد آسیب زدن نداشته باشه، دلش پاک باشه، اما اگه رفتار آسیبزاست و اصلاح نمیشه، اون دل پاک کافی نیست. اتیکت انسانی و رشد روانی یعنی بفهمم رفتارم چه اثری گذاشته، نه اینکه فقط بیان بگم ببخشید. بعضیا فقط عذرخواهی میکنن ولی بعضیا رفتارشون هم اصلاح میکنن. این دوتا زمین تا آسمون با هم فرق دارن. وقتی میخوایم درباره رفتارمون حرف بزنیم، سه جور نگاه وجود داره. یکیش توضیح رفتاره، جایی که میگیم من اینجوریم چون گذشتم سخت بوده. اینجا داریم واقعیت رو توصیف میکنیم و میفهمیم چرا اینجوری شدیم. این بخش آگاهی و فهم ریشه هاست. اما جور دیگهش توجیه رفتاره، جایی که میگیم چون گذشتم سخت بوده پس حق دارم همینجوری بمونم و بد رفتار کنم. این دیگه توضیح نیست، اینه که داریم از گذشتمون به عنوان سپر استفاده میکنیم تا از مسئولیت فرار کنیم. و یه جور دیگهش رشده، جایی که میگیم آره گذشتم سخت بود اما الان انتخاب میکنم رفتارمو تغییر بدم، انتخاب میکنم اون چرخه رو ادامه ندم. اونجا دیگه از نقش قربانی خارج میشیم و وارد تغییر فعال میشیم. این یعنی ما میتونیم زخم خورده باشیم ولی نباید به بهانه زخم دیگران زخمی کنیم. و اما بالاخره زیاد شوخی کردنای سجاد کار دستش داد و آیدا هم تصمیم گرفت بالاخره یه خودی جلوی دوربینا نشون بده و یه تکونی به خودش بده. از این به بعد هر مهمون جدید پسری بیاد میرم جلوش میگم من سینگلم، اولین نفر با من میتونی دیت بری. البته معلوم بود که خیلی طول نمیکشه. کلا از اونجایی که آیدا با سیاست وارد برنامه شده و با سیاست رفتار میکنه، من واقعی نمیبینم ارتباطشون رو. و در نهایت حیف هیچی راجع به مهیار و نقشی که گرفت و ادای آدمای عشق از دست رفته رو در میاره چیزی نگیم. اول از همه دیدید که با اثر که صحبت میکردن، اصل بازم خیلی شفاف توضیح داد که اگه حس میکردن با منظور بدی اون حرفو زدی، بهت واکنش بدی نشون میدادم. ما هم که توی یک دو تا ویدیو قبلی همینو گفتیم. اما نکته‌ای که میخوام بگم اینه که اثر از مهیار پرسید نظرت راجع به دختر جدید چیه؟ نظرت راجع به خود جدید چیه؟ نه، با قاطعیت نه. هممون. من تایپ اون نیستم. تو تایپ اون. بابا دارم چیزی ازت میپرسم. دیگه گفتم دیگه تایپ اون نیست. پسرک فیک، حتی نقش بازی کردن هم بلد نیستی. اگه قصدت اینه که نشون بدی خیلی وابسته رابطت با یلدایی، این جوابایی که دادی چرتی بیش نبود. خیلی شیک وقتی ازت سوال شد میگفتی خوب یا بد، من تمرکزم روی یلداست و دیگه به رابطه جدیدی فکر نمی‌کنم. مثلا که خوب بلدی بگی. دو تا حرف با مثلا میزدی بهتر از این جوابی بود که دادی. یعنی به مهیار 3 تا کلمه بدی، بگی با این 3 تا یه جمله بساز. انقدر مثلا میگه که تعداد کلماتش به 15 تا میرسه. توی ادامه صحبتاشون مهیار داشت توضیح میداد که من هر چی که بودم خودم بودم و اصلا اومد تاییدش کنه که اینو گفت. مهیارم اشتباه داشته، گفتم آقا برای ما انتخاب بین بد و بدتر بوده. درسته مهیارم اشتباه داشته ولی جاوید آدمی بوده که 100 باید از این طریق. مهیار برو همون خدا رو شکر کن. خب دوستای عزیزم، اونایی که تا اینجای ویدیو رو دیدن راجع به مهیار یه جمله برام کامنت کنید. بانمک‌ترین کامنت رو پین میکنم و چند تا از کامنت‌های بانمک دیگر رو حتما توی ویدیو بعدی میخونم. خلاصه این که ما هممون درد داریم. یکی از نبودن پدر، یکی از بودنش، یکی از مهاجرت، یکی از موندن، یکی از دیده نشدن، یکی از دیده شدن اشتباه. دردا واقعی ان، انکار نمیشن. اما اینکه با درد چجوری رفتار کنیم انتخاب ماست. گاهی لازمه با گذشته‌مون مهربون باشیم، اما اگه تروما رو تبدیل کنیم به یه سپر، نه تنها درمان نمیشیم بلکه خودمون تبدیل میشیم به یه زخمی برای بقیه. ما هممون آسیب دیده‌ایم ولی قرار نیست آسیب رسان باشیم. مثبت نگری واقعی از همینجا شروع میشه، از انتخاب آگاهانه برای بهتر رفتار کردن. بچه‌ها، گذشته ما ریشه ماست، نه زندان ما. از یه جایی به بعد ما فقط داستانی که برامون اتفاق افتاده نیستیم. ما روایتگریم که انتخاب میکنه داستان چطور ادامه پیدا کنه. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.